سلام، به کانال راوی بگو خوش آمدید. امروز میخوام قسمت سوم از مجموعه داستان‌های زیبا و آموزنده مولا نصرالدین رو براتون روایت کنم. آماده اید؟ بریم که بشنویم. مردی که خیال میکرد دانشمند است و در نجوم تبحری دارد، یک روز رو به ملا کرد و گفت: خجالت نمی‌کشی خود را مسخره مردم نموده ای و همه تو را دست می‌اندازند، در صورتی که من دانشمند هستم و هر شب در آفاق و انفس سیر می‌کنم. ملا گفت: آیا در این سفرها چیز نرمی به صورتت نخورده است؟ دانشمند گفت: اتفاقاً چرا؟ ملا با تمسخر پاسخ داد: درست است، همان چیز نرم دم الاغ من بوده است. روزگاری عده‌ای تاجر به خونه ملا نصرالدین اومدند و با او معامله‌ای کردند. ملا روی سر آنان کلاهی گذاشت. بازرگانان رفتند، ولی ملا می‌دانست که به همین زودی متوجه اشتباه خود می‌شوند و به خانه ملا می‌آیند. بنابراین به صحرا رفت و 2 روباه زنده دستگیر کرد و به خانه آورد. به زن گفت: من یکی از روباه‌ها را اینجا می‌بندم و دیگری را نزد تاجران می‌برم. تو فلان غذا را بپز، من تاجران را مهمان می‌کنم و روباهی را که با خود برده‌ام به عنوان قاصد می‌فرستم. وقتی که مهمانان آمدند از تو سوال می‌کنند چه می‌دانستی که مهمان توییم و این غذا را برایمان پخته‌ای؟ تو بگو روباه برایم پیغام آورد. ملا روباه دومی را افسار گذاشت و نزد تاجرها برد. تاجرها وقتی که او را دیدند بنای بد و بیراه را گذاشتند و گفتند: چرا سر ما را کلاه گذاشتی؟ ملا گفت: آقایان، شما ناراحت نباشید، ظهر مهمان من باشید و آنجا با هم صحبت می‌کنیم. اگر راضی نشدید معامله را فسخ می‌کنیم. آنان پذیرفتند و به ملا گفتند: تو برو برای ما نهار آماده کن تا بیاییم. ملا گفت: نه، نزد شما میمانم، ولی قاصد را میفرستم. آنان گفتند: قاصدت کیست؟ گفت: همین روباه. آنان تعجب کردند. ملا گفت: تعجبی ندارد، امتحانش مجانی است. جلوی آنان افسار را از سر روباه باز کرد و به او گفت: برو به خانمم بگو ظهر مهمان داریم، فلان غذا را بپز. ملا گردن روباه را رها کرد و روباه از جهتی خلاف خانه ملا دوید. آنان خندیدند و گفتند: ملا، قاصدت راه را عوضی می رود. ملا گفت: مکر چرخش روباهی نشنیده اید؟ روباه عادت دارد راه خلاف برود و بعداً مسیر را به سوی هدف تغییر دهد. شکارچیان این مطلب را به خوبی می دانند. آنها پذیرفتند یا نپذیرفتند ساکت شدند. نزدیکی های ظهر به اتفاق ملا به خانه ملا رفتند. به محض اینکه به خانه رسیدند دیدند که روباه جلوی خانه بسته است و زن ملا همان غذایی را که ملا گفته بود آماده کرده است. آنان یک دل نه بلکه 100 دل عاشق روباه ملا شدند. معامله قبلی را فراموش کردند و از ملا خواستند که روباه را به آنان بفروشد. ملا نپذیرفت و گفت: شما می دانید که من فرزندی ندارم و این روباه فرمانبر من است. بدون این روباه نصف کارهایم لنگ است. این روباه بهتر از نوکر چالاکی است و از طرفی دستمزدی نمی خواهد و هزینه‌ای هم ندارد. نه خیر، نه آقایان، من دست راستم را نمی فروشم. آنان سمجتر شدند و چانه می زدند و قیمت را لحظه به لحظه بالاتر می بردند تا اینکه بالاخره با قیمت گزافی آن را از مولا نصرالدین خریدند. بازرگانان 4 نفر بودند. آنان روباه را برداشتند و بردند با هم نقشه‌ای کشیدند که از طریق روباه خودی نشان دهند. آنان اشراف شهر را مهمان کردند و در حضور آنان به روباه پیغام دادند که برو بگو فلان غذا را برای مهمانان گرامی تهیه کنند.
4 تاجر روباه را رها کردند. روباه تا چشمش دید فرار کرد. اشراف گفتند این روباه خلاف مسیر خانه شما حرکت می کند. آنان گفتند به این چرخش روباهی می گویند. شما آقایان وقتی که به خانه آمدید می بینید که روباه دستآموز ما در خانه است و غذایی را که گفته ایم پختند. 4 تاجر به اتفاق مهمانان عالی رتبه به خانه آمدند. نه روباهی دیدند و نه غذایی. بسیار خجل شدند و با عصبانیت راهی خانه شدند. ملا که می‌دانست تاجران عنقریب باز خواهند گشت، توطئه‌ای دیگر طراحی کرد. او گوسفندی را کشت و خونش را در روده هایش ریخت و 2 طرف روده را بست و به گلوی زنش بند کرد و به زنش گفت وقتی که تجار آمدند من هر فرمانی دادم تو اجرا نکن. من عصبانی می شوم و با این کار روده آویخته به گلویت را می برم. تو بیفت و بمیر و بعد من این نی را بر می دارم به فلان جایت فوت می کنم. تو زنده شو و با خوشرویی تمام دستورات مرا اجرا کن. تجار با عصبانیت سر رسیدند و بنای فحش و ناسزا را نهادند و گفتند این دیگر چه کلاهی بود سر ما گذاشتی؟ یالا پولهای ما را پس بده. ملا گفت آقایان با داد و بیداد مشکلی حل نمی شود. شما بنشینید و رفع خستگی کنید و غذایی نوش جان بفرمایید تا بعد درباره معامله حرف بزنیم. پولهای شما آماده است. اگر قانع نشدید به شما برمیگردانم. آنان که تشنه و گرسنه بودند نشستند. ملا به زن گفت زود باش برای مهمانان قالی بگستر. زن نپذیرفت. به زن گفت برای مهمانان آب بیاور، تشنه‌اند. زن اعتنایی نکرد. باز گفت زود باش غذا بپز. زن اخم کرد و گوشه‌ای نشست. ملا با عصبانیت فریاد کشید و به زن فحش داد و کاردی را برداشت و به گلوی زن ضربه‌ای زد. روده پاره شد و خون از گلوی زن فواره زد. زن جیغی زد و افتاد و خود را به مردن زد. بازرگانان ناراحت شدند و وحشت زده به ملا گفتند این چه کاری بود که کردی؟ ای کاش پاهای ما می شکست و به خانه تو نمی آمدیم. بابا ما پول نمی خواستیم، تو چرا زنت را کشتی؟ ملا با اطمینان گفت مهم نیست، الان زنده اش می کنم. آنان تعجب کردند و گفتند هیچ دکتری نمی تواند مرده را زنده کند. ولی ملا گفت الان می بینید. ملا رفت و همان نی را آورد و در آنجای زن گذاشت و فوت کرد. ناگهان زن زنده شد و به هوا پرید. این بار ملا هر فرمانی را که به زن میداد با خوشرویی و بدون درنگ اجرا می کرد. تاجرها روباه را فراموش کردند و به ملا گفتند بیا و این نی را به ما بفروش. ملا نپذیرفت و گفت من آدمی عصبی مزاج هستم و زنم هم گوش به فرمان نیست. وقتی او فرمانی را اجرا نکند من نمیتوانم خودم را کنترل کنم و او را میکشم و عجیب این که وقتی با این نی او را زنده کردم کاملا سر به راه و حرف شنو می شود. تاجران بنای اصرار را گذاشتند و ملا بنای انکار را. تاجرها آنقدر قیمت را بالا بردند تا اینکه ملا از روی بی‌رغبتی پذیرفت. یکی از آنان رفت و زنش را در حضور مهمانان خود کشت. مهمانان تعجب کردند و پریشان شدند. تاجر خندید و گفت این که کاری ندارد، من نیی دارم که با آن مرده را زنده می کنم. و نی را آورد و در حضور مهمانان بر آنجای زن گذاشت و فوت کرد. ولی فوت فایده‌ای نداشت چون زن مرده بود. او این مسئله را به دیگران نگفت و نی را به تاجر بعدی داد. او هم همین شکست را خورد و نی را به بعدی داد. خلاصه هر 4 نفر زنان خود را در حضور جمعی از مهمانان کشتند. نفر 4می که دید زنش زنده نمی شود نزد دیگران رفت و گفت من که زنم زنده نشد. آنها هم گفتند زنان ما هم زنده نشدند. به اولی گفتند تو که زنت زنده نشد چرا مسئله را به ما نگفتی؟ او گفت میخواستم همدرد باشیم.
ملا که می‌دانست این بار تجار او را خواهند کشت، قبری درست کرد و رفت توی آن و چند سیخ بزرگ و مقداری هیزم هم با خود برد. تاجران خشمگین آمدند که ملا را بکشند. وقتی آمدند دیدند که زن ملا سیاه‌پوش است و دارد گریه می‌کند. به او گفتند ملا کجاست؟ زن گفت ملا مرد. آنان عصبانی تر از آن بودند که با مرگ ملا راحت شوند. بنابراین با هم شور کردند که بروند و در قبر ملا مدفون کنند. بنابراین به زن گفتند قبر ملا کجاست؟ زن قبر را به آنان نشان داد. آنان رفتند و سوراخی در قبر درست کردند. ولی این بار نخست چهارمی روی قبر نشست تا نجاست کند. ملا که سر و صدای آنان را شنیده بود، سیخها را سرخ کرده بود. همین که او روی سوراخ نشست، ملا سیخ گداخته را در او فرو کرد که جزی صدا داد. او برخاست و چیزی نگفت. نفر دوم نشست و مزه سیخ را چشید و باز هم چیزی نگفت و برخاست تا نفر آخری به همین سرنوشت دچار شدند. نفر چهارمی وقتی که سیخ گداخته در احشایش فرو رفت، فریاد وحشتناکی کشید و به تاجری که نخست روی قبر نشسته بود گفت خدا لعنتت کند، چرا این جریان را به ما نگفتی؟ او گفت میخواستم با من همدرد باشید. هر 4 نفری روی قبر جان دادند و ملا از قبر بیرون آمد و به خانه خود رفت. روزی شخصی از ملا پرسید ماه بهتر است یا خورشید؟ ملا گفت ای نادان، این چه سوالی است که از من میپرسی؟ خب معلوم است خورشید روزها بیرون می آید که هوا روشن است و نیازی به وجودش نیست، ولی ماه شبهای تاریک را روشن می کند. به همین جهت نفعش خیلی بیشتر از ضررش است. روزی ملا الاغش را که خطایی کرده بود میزد. شخصی که از آنجا عبور میکرد اعتراض نمود و گفت ای مرد، چرا حیوان زبان بسته را میزنی؟ ملا گفت ببخشید، نمیدانستم که از خویشاوندان شماست. اگر میدانستم به او اساءه ادب نمیکردم. یک روز شخصی خروس ملا را دزدید و در کیسه‌اش گذاشت. ملا که دزد را دیده بود او را تعقیب نمود و به او گفت خروسم را بده. دزد گفت من خروس تو را ندیدم. ملا دفعتاً دم خروس را دید که از کیسه بیرون زده بود. به همین جهت به دزد گفت درست است که تو راست میگویی، ولی این دم خروس که از کیسه بیرون آمده است چیز دیگری میگوید. یک روز ملا به گرمابه رفته بود. تعدادی جوان که در آنجا بودند تصمیم گرفتند سر به سر او بگذارند. به همین جهت هر کدام تخم مرغی با خود آورده بودند و رو به ملا کردند و گفتند ما هر کدام قدقد می کنیم و یک تخم می گذاریم. اگر کسی نتوانست باید مخارج حمام دیگران را بپردازد. ملا ناگهان شروع کرد به قوقولی قوقو. جوانان با تعجب از او پرسیدند ملا این چه صدایی است؟ بنا بود مرغ شوی. ملا گفت این همه مرغ، یک خروس هم لازم دارند. یک روز ملا الاغش را به بازار برد تا بفروشد، اما سر راه الاغ داخل لجن رفت و دمش کثیف شد. ملا با خودش گفت این الاغ را با آن دم کثیف نخواهند خرید. به همین جهت دم را برید. اتفاقاً در بازار برای الاغش مشتری پیدا شد، اما تا دید الاغ دم ندارد از معامله پشیمان شد. اما ملا بلافاصله گفت ناراحت نشوید، دم الاغ در خورجین است. یک روز شخصی که می‌خواست سر به سر ملا بگذارد او را مخاطب قرار داد و از او پرسید جناب ملا، مرکز زمین کجاست؟ ملا گفت درست همینجا که ایستاده‌ای. اتفاقاً از نظر علمی هم به علت اینکه زمین کروی شکل است پاسخ وی درست می باشد. روزی ملا زیر درخت گردو خوابیده بود که ناگهان گردویی به شدت به سرش اصابت کرد و سرش باد کرد. بعد از آن شروع کرد به شکر کردن.
مردی از آنجا می‌گذشت. وقتی ماجرا را شنید گفت این که دیگر شکر کردن ندارد. ملا گفت احمق جان، نمیدانی اگر به جای درخت گردو زیر درخت خربزه خوابیده بودم نمیدانم عاقبتم چه بود. روزی ملا به حمام رفته بود. اتفاقاً حاکم شهر هم برای استحمام آمد. حاکم برای اینکه با ملا شوخی کرده باشد رو به او کرد و گفت ملا، قیمت من چقدر است؟ ملا گفت 20 تومان. حاکم ناراحت شد و گفت مردک نادان، این که تنها قیمت لنگی حمام من است. ملا هم گفت منظورم همین بود و الا خودت ارزشی نداری. روزی ملا از گورستان عبور می کرد. قبر درازی را دید و از شخصی پرسید اینجا چه کسی دفن است؟ شخص پاسخ داد این قبر علمدار امیر لشکر است. ملا با تعجب گفت مگر او را با علمش دفن کردند؟ امیدوارم که از این مجموعه داستان‌های ملا نصرالدین هم لذت کافی رو برده باشید. منتظر کامنت‌های قشنگتون هستم.